روز قبل از مسابقه است و ما داریم میریم برای وزن کشی. خب روز وزن کشی برخلاف رژیم سختی که امیر گرفته بود متاسفانه 2 کیلو 700 اضافه وزن داشت برای که بتونه تو رشته تخصصی خودش که فیزیک کلاسیک وایسه و به اجبار مجبور شد که توی رشته بادی بیلدینگ مسابقه بده. دقیقاً تعطیلاتی که مسابقه توش افتاده فوق‌العاده روزای گرمیه و این کارو واسه امیر که آب نمیتونه بخوره سخت‌تر میکنه. صبح مسابقه شد و امیر میتونه وعده‌های قبل از شروع مسابقه رو بخوره. امیر قصه چیه؟ چیزی نمونده. خب دسته بادی بیلدینگ 3 ساعت تأخیر داره مسابقاتش و ما چندین ساعته که پشت بک استیج منتظر آماده سازی هستیم. چیزی نمونده. فقط کسایی که رژیم سخت مسابقه گرفتن میفهمن که بعد از تحمل این همه گرسنگی خوردن این رایس کیک چقدر لذت بخشه که البته قورت دادنش بدون آبم خارج از چالش نیست. میریم برای اسپریتن و یه رنگ شکلاتی خیلی خوشگل. خب دیگه امیر پمپینگ قبل از مسابقات هم شروع کرد. خب دیگه آماده باشین که با هم بریم روی صحنه. Double biceps. اومدیم واسه اجرای تک نفره هر شکل از ماننده. خب دیگه اومدیم واسه اعلام نتایج. به نظر شما کی اول میشه؟ به نظر من که امیر با اینکه رشته خودش بادی بیلدینگ نیست و همه شرکت کننده ها وزنشون از اون خیلی بیشتره از همه بهتر بود. حالا بریم ببینیم که داورا نظرشون چیه. Samuel Alcola. خب این نفر پنجم. In 5th place today. این یارو جلوی نفر پنجم. From Estonia, Risto Sao. نه اون ششم شد این پنجم شد. اینا این 4 تا وسطی ها روی 104 هم. På en fjärde
plats hittar vi Diardi. این چهارم شد امیر ستای اوله ماشاءالله امیر Dagens bronsmedalj går till Amir Mohammad Ghulamadinia. سوم شدم Varm applåd. ماشاءالله Då har vi sista resultatet för idag. Och på en andra plats idag har vi Anders Larsson. Vilket innebär att vi har en vinnare i bodybuilding Open kategori. Han heter Timmy Nilsson. ماشاءالله امیر بهت افتخار میکنم خب اینم از مسابقات IFBB توی هلسینگوری. چند روز دیگه توی استکهلم مسابقات MPC هستش که امیر قراره قوی‌تر از همیشه اونجا ظاهر بشه و تو رشته خودش که کلاس فیزیک هست شرکت کنه. حتما ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای اون مسابقه رو براتون بهتر از این دفعه بذاریم. مرسی.